هر چی رو بیشتر تکرار کنی همون رو بیشتر زندگی میکنی. ببین، من میخوام خیلی ساده شروع کنم. ذهن ناخودآگاه تو با منطق برنامه‌ریزی نمیشه، با تکرار برنامه‌ریزی میشه. یعنی هر چیزی که زیاد تکرار شه براش حقیقت میشه، چه مثبت باشه چه منفی. اگه هر روز بگی من پول ندارم پول ندارم پول ندارم، پول نخواهی داشت. اگه هر روز بگی پول سخت به دست میاد، باورش میکنی. اگه هر روز بگی من همیشه کم میارم، ثبت میکنه. او قضاوت نمیکنه، فقط ضبط میکنه، مثل یک ضبط صوت وفادار، و بعد همون رو به شکل زندگی برای تو برمیگردونه. خیلی از ما فکر میکنیم با یک تصمیم زندگیمون عوض میشه، اما ذهن ناخودآگاه با تصمیم تغییر نمیکنه، با تکرار تصمیم تغییر میکنه. یعنی یک بار گفتن میخوام ثروتمند شم کافی نیست، باید بارها و بارها این هویت رو تکرار کنی تا ذهن باور کنه که این جدیه. او برای استمرار قانع میشه، نه با هیجان لحظه‌ای. پس سوال مهم اینه تو هر روز چه جمله رو باید تکرار کنی؟ چه چیزی رو داری تکرار میکنی؟ گاهی هنرجو به من میگه من مثبت فکر میکنم اما نتیجه نمیگیرم. وقتی دقیق بررسی میکنیم میبینیم تکرار منفی بیشتره. مثلا روزی یک بار جمله مثبت میگه اما 10 بار در دلش میگه اوضاع خرابه. ذهن ناخودآگاه تعداد رو میبینه نه نیت رو. اون میگه پیام غالب چیست و همون رو اجرا میکنه. پس کیفیت مهمه اما کمیت هم مهم. تکرار کم برنامه‌ریزی نمیسازه، تکرار زیاد مسیر عصبی میسازه. اجازه بدید یک مثال واقعی بذارم. کودکی را تصور کن که همیشه شنیده پول در آوردن سخته. این جمله صدها بار تکرار شده، در مهمانی، در خانه، در دعواهای مالی. این جمله آرام آرام تبدیل به قانون ذهنی اون شده. حالا بزرگ شده و تلاش هم میکنه اما ناخودآگاهش میگه پول سخته. پس یا فرصت ها رو نمیبینه یا وقتی پول میاد خسته و فراری میشه، چون برنامهش همین بوده. فرهاد امیری هستم، مربی رشد فردی. دارم یک دوره بسیار عالی براتون تدارک دیدم. حالا 10 جلسه اومده، انشالله جلسات بعدی هم میاد. اگه کسی بتونه اینا رو یاد بگیره و مهارت زندگیش کنه و سیستم عصبیشو اینگونه تغییر بده، محاله فرصت ثروت به سمتش نیاد. ذهن ناخودآگاه با تکرار مسیر عصبی میسازه، مثل ردپایی که در جنگل با عبور زیاد تبدیل به جاده میشن. اولش باریکه، بعد واضح تر میشه، بعد تبدیل به مسیر اصلی ذهن میشه. پس اگر سالها فقر فکری تکرار شده باشد، یک روز ثروت فکری ساخته نمیشه. باید مسیر جدید رو اونقدر تکرار کنی تا مسیر قدیمی کمرنگ شه. این قانون تغییر پایداره. من خودم زمان این اشتباه رو میکردم، کتاب و موفقیت میخوندم، هیجان میگرفتم، اما در طول روز دوباره همون جملات قدیمی رو تکرار میکردم. میگفتم بازار خرابه، میگفتم اوضاع اقتصادی بده، میگفتم مشتری پول نداره. بعد تعجب میکردم چرا درآمدم ثابت نمیشه، چون تکرار غالب من کمبود بود و ذهنم همون رو واقعی میکرد. تا وقتی این رو نفهمیم، باید فهمید تا نفهمی تغییر ایجاد نمیشه. وقتی فهمیدم بازی رو عوض کردم، شروع کردم به مدیریت تکرارهای روزانه، نه شعار بلکه آگاهانه. هر بار که میخواستم جمله منفی بگویم مکث میکردم. من نسخه اصلاح شدهش رو میگفتم. مثلا به جای پول در آوردن سختی میگفتم پول با نظم میاد. به جای در آوردن درآمد کمه میگفتم در حال ساختن درآمد پایدارم. این کار ساده به نظر میرسه اما در ناخودآگاه یک انقلاب آرام ایجاد میکنه. ناخودآگاه تو تفاوت شوخی و جدی رو نمیفهمه. اگه از روی شوخی بگی من همیشه بد شانسم، اون میگوید ثبت شد. اگه از روی عصبانیت بگی من عرضه پول دار شدن ندارم، او باز هم میگه ثبت میکنم.
برای اون لحن مهم نیست، تکرار مهمه. پس حتی شوخی‌های مالی ما هم برنامه ساز هستن و اینجاست که باید مراقب زبان خودت باشی، چون زبان ابزار برنامه‌ریزی ناخودآگاه است. یک حقیقت مهم رو بگم، زندگی امروز ما حاصل تکرارهای دیروز ماست، نه آرزوهای دیروز، نه نیتهای دیروز، بلکه جملاتی که زیاد گفتیم، تصاویری که زیاد در ذهن دیدیم، احساساتی که زیاد تجربه کردیم و اینها با هم ترکیب شدن و هویت مالی امروز ما رو ساختن. پس اگر میخوای آینده عوض شه، تکرارها رو عوض کن. گاهی هنرجویان میگن من میترسم تکرار مثبت دروغ باشه. من میگم تو سالها دروغ و منفی رو تکرار کردی، گفتی نمیشه، گفتی ندارم، گفتی قسمت نیست. آیا همه آنها حقیقت مطلق بودن؟ نه، فقط تکرار کردی. پس حالا میخوایم آگاهانه تکرار سازنده رو جایگزینش کنیم. این فریب نیست، بازنویسیه، بازنویسی هویت مالی توه. ذهن ناخودآگاه عاشق الگوهای تکراریه، چون با الگو احساس امنیت میکنه. اگه الگوی تو کمبود باشه، یک کمبود عادت میکنه. اگه الگوی تو فراوانی باشه، با آن هم عادت میکنه. اون نمیگوید کدام بهتر است، میگوید کدام آشناتر است. پس ما باید فراوانی را آشنا کنیم با تکرار فکر، احساس و رفتارهای همسو با ثروت. این یعنی ساختن عادت ذهن ثروت و این عادت پایه درآمد پایداره. ببین، پول قبل از اینکه وارد حساب بانکی شه، وارد الگوی ذهنی تو بشه. اگر الگوی ذهنی پذیرنده نباشد، پول ماندگار نمیشه. مثل آبی که روی زمین شیبدار میریزی، آیا میآید اما میرود. تکرارهای منفی این شیب رو میسازن و تکرارهای مثبت واقعیت زمین رو هموار میکند تا پول بماند و تکثیر شود. پس ما داریم زمین ذهن رو آماده میکنیم، نه فقط دنبال پول بیرون هستیم. نه، یک نکته بسیار مهم دیگر این تکرار فقط با کلمات نیست، با رفتار هم هست. با اگه بگویی من منظم مالی هستم اما خرجهای هیجانی رو تکرار کنی، ناخودآگاه رفتار را باور میکنه، نه جمله را. پس تکرار گفتار و رفتار باید هماهنگ باشد. این هماهنگی قدرت برنامه‌ریزی رو چند برابر میکنه و تضاد هم چیزی را خنثی میکنه. در واقع ما هر روز در حال هیپنوتیزم کردن خودمون هستیم، با جمله‌ای که زیر لب میگیم، با تحلیلاتی که از اتفاقات مالی میکنیم، با نگرانی‌هایی که بارهای مرور میکنیم. اینها همه تکرار هستند و هر تکرار یک دستور به ناخودآگاه است، یا دستور فقر یا دستور ثروت و انتخابش هر لحظه با ماست، آگاه باشیم یا ناآگاه. من همیشه میگویم مراقب گفتگوی درونیت باش، چون این گفتگوی مهندسی زندگی توست. اگر مدام میگی من همیشه دیری به پول میرسم، ناخودآگاه برنامه‌ریزی میکنه که دیر برسی، نه از روی دشمنی بلکه از روی وفاداری به تکرار تو. او میخواهد با باورهای هماهنگ بماند. پس یا باور را عوض کن یا همون نتیجه رو بپذیر. نکته عمیق‌تر اینجاست که تکرار همراه احساس چند برابر اثر میکند. یعنی تو اگر بدونی تکرار بکنی و احساسات هم قوی کنی، اینگار اونجا شده. اگر جمله را با احساس ناامیدی تکرار کنی، ریشش عمیق‌تر میشود. اگر جمله را با حس اطمینان تکرار کنی، ذهن سریع‌تر میپذیرد. پس ما فقط کلمه نمیگوییم، ما حس پشت کلمه را هم تزریق میکنیم. این یعنی برنامه‌ریزی چند لایه: فکر، احساس و تکرار در کنار هم و این سه آینده مالی را میسازند. از امروز میخوایم یک مشاهده‌گر حرفه‌ای شیم. ببین در طول روز چند بار درباره پول حرف میزنی، نه فقط با دیگران، با خودت. هر جمله رو یادداشت کن، بعد ببین بیشترشون از جنس ترسن یا اعتماد، از جنس کمبودن یا امکان. این آمار واقعی ذهن توست، نه چیزی که فکر میکنی هستی. و همین آمار مسیر تغییر رو نشون میده. وقتی تکرارهای منفی رو دیدی، سرزنش نکن، فقط آگاه شو. آگاهی اولین قدم بازنویسی ذهنه. پس با آرامی نسخه جدید رو جایگزین کن، نه با زور، نه با انکار واقعیت، بلکه با ساختن نگاه تازه. این کار زمان میبره اما پایداره.
چون از درون میاد و تغییر درونی ماندگارترین تغییره. یادت باشه ما قرار نیست فقط ثروت بسازیم، قرار ذهن ثروت ساز بسازیم. چون اگر ذهن عوض نشه پول هم بیاد میره، اما اگر ذهن تغییر کنه حتی اگر صفر هم میتونی دوباره بسازی. این قدرت ذهن برنامه‌ریزی شده است. ذهنی که با تکرار آگاهانه خودش رو تربیت کرده و حالا میدونه چگونه فرصت‌ها رو ببینه، چگونه نگه داره و چگونه رشد کنه. پس جنبندی این جلسه از زبان من اینه: زندگی مالی ما حاصل تکرارهای ذهنی ماست. هر جمله که زیاد میگوییم، هر فکری که زیاد مرور میکنیم و هر احساسی که زیاد تجربه میکنیم، همه تبدیل به برنامه ناخودآگاه میشن و ناخودآگاه بی صدا اما قدرتمند اجرا میکنه. پس از امروز آگاهانه تکرار کن، چون تکرار آگاهانه سرنوشت ناآگاه رو تغییر میده. یه تمرین میدم طبق جلسات قبل ما. بعد از هر جلسه تمرین داریم. امروز تمام جملاتی که درباره پول با خودت میگویی یادداشت کن. 3 جمله منفی پرتکرار رو شناسایی کن. برای هر کدام یک جمله جایگزین واقعی و قابل باور بنویس. این جملات جایگزین را روزی حداقل 10 بار با احساس تکرار کن. شب قبل از خواب همون جملات را آرام و آگاهانه مرور کن. درود و هزاران درود بر شما دوستان عزیز و بزرگوار. انشالله زندگی عالی رو بتونیم با هم دیگه بسازیم. درود بر شما.